سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به چنل مدیا دود. امروز واسهتون یک ویدیو ترسناک داریم. فکر کنم دیگه هممون این قضیه رو میدونیم که سینما در ژانر ترسناک بسیار کلیشه‌ای شده و خیلی کم پیش میاد که فیلم با کیفیت مطلوب اکران بشه. سینمای هالیوود در ژانر ترسناک همیشه یک سری کلیشه در خودش داشته که حتی ما این کلیشه‌ها رو در سال‌های اخیر هم بسیار زیاد دیدیم. و مطمئنا باعث شده که خیلی از شما دلتنگ حس ترسیدن با یک فیلم باشید. امروز اینجاییم که بهتون 5 تا فیلم ترسناک کلاسیک رو معرفی کنیم که قطعا ارزش دیدنشون خیلی از فیلم‌های جدید و کلیشه‌ای بیشتره. فیلمایی که تاثیرات زیادی در فیلمایی که ما امروز می‌بینیم گذاشتن و میشه گفت خیلی از فیلم‌های جدید و امروزی از اونها الهام می‌گیرن. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. شماره 5 The Texas Chainsaw Massacre محصول 1974 یک فیلم اسلشر آمریکایی به کارگردانی و تهیه کنندگی توبی هوپر. در این فیلم گونار هانسن نقش شخصیت شرور اصلی فیلم یا همون لدرفیس رو بازی میکنه که به خاطر این نقش حسابی از اون تقدیر شده. داستان فیلم هم از این قراره که گروهی از دوستان میرن سفر تا از یک خونه قدیمی دیدن کنن، اما در میون درگیر یک خانواده آدمخوار میشن. یکی از نقطه قوت‌های این فیلم به نظر من طراحی صحنه خیلی خوبشه. وقتی که این گروه دوستان به داخل اون خونه میرن، همون اول کار تمام قسمت‌های خونه به ما این پیام میده که اون گروه قراره توی دردسر بزرگی بیفتن. بازیگران همه در این فیلم به خوبی نقش آفرینی کردن، مخصوصا شخصیت‌های منفی. یه تجربه شخصی خودم از این فیلمو بخوام بهتون بگم، حالا بدون اسپویل، آخرای فیلم بود تقریبا و یک سکانس بود که شخصیت‌های منفی دور یک میز نشسته بودن و اونجا اکت و میمیک اون شخصیت‌های منفی بسیار منو اذیت کرد. مطمئنم که این تجربه واسه شما هم پیش میاد. همچنین در این فیلم المان‌های سورپرایز زیادی هم اتفاق افتاده که میتونه چاشنی خوبی واسه این فیلم باشه. خشونت این فیلم در اون زمان اونقدر زیاد بوده که مورد انتقاد شدید قرار گرفته. و در توضیحات پایانی این فیلم بهتون بگم که وقتی این فیلم اکران شد، کارگردانا اومدن گفتن که این فیلم بر اساس این داستان واقعی که این دروغ بود و فقط واسه فروش بیشتر فیلم بود. اما لدرفیس قاتل زنجیره‌ای که در این فیلم حضور داره از رفتار و زندگی واقعی قاتل زنجیره‌ای آمریکایی به نام اد گین الهام گرفته شده. شماره 4 The Omen محصول 1976 به کارگردانی ریچارد دانر. از بازیگرای مطرح این فیلم میشه به گریگوری پک و آروی اسپنسر نام برد که در اون سن بازی بسیار فوق‌العاده‌ای انجام داد. داستان این فیلم هم از این قراره که یک سیاستمدار آمریکایی به اسم رابرت تورن بچه‌ش موقعی به دنیا اومدن از دنیا میره و اونجا یک کشیش در بیمارستان به اون پیشنهاد میده که سرپرستی یک بچه دیگر رو به عهده بگیره. رابرت قبول میکنه و اسم اون بچه رو دیمین میذاره. همه چیز به خوبی و خوشی پیش میره تا اینکه دیمین کم کم بزرگ میشه و رفتارهای عجیبی از خودش نشون میده. و وقتی در تولد 5 سالگی دیمین پرستار اون جون خودش رو میگیره و فریاد میزنه که دیمین این هدیه تولد توه، همه چی یهویی عوض میشه. مشخص شدن حقیقت پشت پرده زندگی دیمین در این فیلم به صورت تدریجی اتفاق میفته. همین باعث میشه که مخاطب رو دنبال خودش بکشونه. حقیقت درونی که با ظاهر مظلومانه اون خیلی فرق میکنه. در مورد این فیلم توضیح زیادی قابل گفتن نیست، ولی این نکته جالب بهتون بگم که این فیلم در اون سال‌ها چند هفته بعد از اکران در هالیوود در سینمای ایران هم اکران شد. حتما دیدن این فیلم بهتون پیشنهاد میکنم و بهتون قول میدم اون میزان حس ترسی که از یک فیلم کلاسیک ترسناک باید بگیرید رو حتی شاید بیشتر از اون بگیرید. Look at me, Damien. It's all for you. شماره 3 The Shining محصول 1980 به کارگردانی افسانه بزرگ سینما استنلی کوبریک، اقتباس شده از رمانی به همین نام به قلم استیون کینگ. مطمئنا شما این فیلمو دیدید و نیازی نباشه که بگم کارگردانی استنلی کوبریک و نقش اول بودن جک نیکلسون به تنهایی برای شاهکار شدن این فیلم کافیه. در این فیلم جک نیکلسون در نقش نویسنده‌ای به اسم جک تورنس بازی میکنه که تصمیم میگیره به یک هتل بره و در زمستان که اون هتل تعطیله از اون هتل مراقبت کنه. دلیلی که جک تورنس این کارو قبول میکنه اینه که میخواد روی کتاب جدیدش کار کنه و داستانی بنویسه. پس جک با همسرش وندی و پسرش دنی به اون هتل میره، اما اونجا یه چیز فراتر از یک هتله و بودن در اون محیط رفته باعث میشه که جک دیوونه بشه و به جنون برسه و حتی سعی کنه خانواده خودش رو هم بکشه.
یکی از چیزایی که خیلی من در این فیلم دوست دارم اینه که هتل در این فیلم یک شخصیته و فقط یک مکان نیست. تمام بازیگرا در این فیلم کار خودشون رو به بهترین شکل ممکن انجام دادن، مخصوصا جک نیکلسون که روند تبدیل شدن از یک آدم عادی به شخص با جنون زیاد رو به خوبی میتونه نشون بده. بازی بازیگرا و فضا سازی فیلم با شما کاری میکنه که شما هم حس میکنید که شاید دیوونه شدید. درخشش تنها فیلم کوبریک در ژانر وحشت محسوب میشه. این فیلم در زمان انتشار خودش مورد بیمهری و انتقاد بسیار بد منتقدان قرار گرفت و حتی نامزد جایزه تمشک طلایی برای بدترین کارگردان و بدترین بازیگر زن شد. اما با گذشت زمان این فیلم الان جزو برترین آثار تاریخ سینما شده و منتقدان کارگردانی کوبریک و بازیگر رو در این فیلم تحسین میکنن. واقعا حیفه که همچین کارگردانی و آثارش خیلی دیر در سینما درک شدن و شاید اونجوری که میشده پتانسیلشون استفاده نشده. این فیلم یک دنباله به اسم دکتر استپ هم داره که در سال 2019 اکران شده که بعد از دیدن این فیلم میتونید اون رو هم ببینید. در آخر این رو هم بگم که این فیلم تفاوت‌های خیلی زیادی با کتابش داره. شماره 2 روزماری بیبی محصول 1968. فیلم در ژانر ترسناک و روانشناسانه به کارگردانی رومان پولانسکی و با بازی میا فارو، جان کاسافتیس، روس گوردون و سیدنی بلکمن. فیلمنامه این کار رو رومان پولانسکی بر اثر رمانی به همین نام از آیرا لوین نوشته. روزماری و گای وودهاوس زن شوهر جوانی هستند که علیرغم توصیه دوست نزدیکشون هاچ با آپارتمان قدیمی به نام برانفورد در نیویورک نقل مکان می‌کنند. در همسایگی اونها زوجی مسن به نام مینی و رومن کستوت زندگی میکنند و رابطه روزماری و گای روز به روز با اونها صمیمی‌تر میشه. اما بعد از مدتی اتفاقای عجیبی رخ میده. زن جوانی به اسم ترزا که در رختشوی خانه آپارتمان با روزماری آشنا میشه به طور ناگهانی میمیره. هنرپیشه‌ای که رقیب کاری گای محسوب میشه ناگهان بدون هیچ دلیلی کور میشه و اتفاقای از این قبیل. روزماری نسبت به همسایه‌شون مشکوک میشه اما گای تردیدهای اونو بی‌پایه میدونه و با اون میگه که الکی و بیش از حد مشکوکه. بعد از مدتی روزماری باردار میشه و تصور میکنه که همسایه‌ها نقشه‌ای برای اون و بچه‌ش دارن. این فیلم تاثیر زیادی در فیلم‌های ترسناک نسل بعد خودش گذاشت و فیلم‌های ترسناک زیادی از اون الهام گرفتن. ممکنه که این فیلم از لحاظ بصری مثل فیلم‌های امروزی خیلی ترسناک نباشه اما کافیه توجهتون رو به فیلم بدید تا همه چیز از موسیقی فیلم که یک لالایی مادرانه است تا بازی بازیگرا، فضا سازی فیلم و حتی میمیک صورت شخصیت‌های فرعی شما را حسابی بترسونه. به نظر من در این فیلم همه چیز به خوبی برنامه‌ریزی شده و همه چیز سر جای درست خودش قرار داره. ممکنه که در حین دیدن این فیلم واسه شما هم این سوال پیش بیاد که روزماری الکی مشکوک شده یا که نه واقعا اتفاقایی داره میفته. فیلم روزماری بیبی برنده 2 جایزه اسکار برای بهترین نقش مکمل زن و بهترین فیلمنامه اقتباسی شده. همچنین این فیلم جایزه گلدن گلوب رو هم برای بهترین نقش مکمل زن و بهترین بازیگر زن فیلم درام برده. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این فیلم رو ببینید چون نه تنها یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک کلاسیکه بلکه در روانشناسی هم این فیلم حرفای زیادی واسه این گفتن داره. شماره 1 The Exorcist محصول 1973 به کارگردانی ویلیام فریدکین با اقتباس از رمانی به همین نام به قلم ویلیام پیتر بلتی. از بازیگرای این فیلم میشه به الن برستین، مامس فونسیدو و جیسون پیلر نام برد. ماجرای این فیلم در شهر واشنگتن دی سی اتفاق میفته، جایی که کریس مکنیل بازیگر زن تلویزیون نگران سلامت دخترش ریانه که دچار تشنج شدید شده و در رخت خوابش به خودش میپیچه. پزشکا که از درمان دختر ناتوان هستن و هیچ کاری نمیتونن واسه اون بکنن به کریس پیشنهاد میدن که از یک جنگیر کمک بگیره. پدر کاراس اولین کشیشیه که روی بدن ریگن کار میکنه و مطمئن میشه که یک شیطان بدن اون رو تسخیر کرده. واسه همین به کلیسا میره و درخواست میکنه تا خودش مراسم جنگیر رو انجام بده. اما کلیسا شخصی با تجربه تر به نام پدر مرین رو پیشنهاد میکنه. پدر مرین یک کشیش خیلی پیره و اون شیطانی که بدن ریگن رو تسخیر کرده میشناسه. از اونجا به بعد متوجه میشه که با چه موجود خطرناکی روبرو هستن. به جرئت میتونم بگم که این فیلم ترسناک ترین فیلم زمان خودشه. حتی تا قبل از سال 2017 که فیلم ایت اکران بشه این فیلم تونسته بود پرفروش ترین فیلم ترسناک باقی بمونه. این فیلم در 46مین مراسم اسکار 10 نامزدی کسب میکنه که در نهایت موفق بشه 2 جایزه اسکار برای بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین صدا رو برنده بشه.
سکانس های خشن و ترسناکی که اون زمان این فیلم داشته واسه همه عجیب بوده و تا قبل از اون کمتر فیلمی بوده که تا این حد از لحاظ بصری ترسناک بشه و بتونه مخاطبای خودش رو بترسونه. جا داره اینم بهتون بگم که فیلمی که در شماره قبل بهتون معرفی کردم، یعنی روزماری بیبی، تاثیرات زیادی روی این فیلم گذاشته و فیلم جنگیر الهامات زیادی از فیلم روزماری بیبی گرفته. بیشک که نقاط قوت این فیلم بازی الن برستین با اینکه در اون زمان سنی نداشته اما تونسته حسابی باعث ترس مخاطب بشه. هنوزم که هنوز خیلی این فیلم رو بهترین فیلم ترسناک تاریخ میدونن، پس بدون هیچ تردیدی دیدن این فیلم رو در رابطه خیلی این فیلم رو بهترین فیلم ترسناک تاریخ میدونن، پس بدون هیچ تردیدی دیدن این فیلم رو در اولویت بذارید. خیلی خوب بچه‌ها، این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم با دیدن این فیلم‌ها حسابی لذت ببرید و بتونید حس ترس خوبی رو تجربه کنید. بازم میگم که همه این فیلم‌ها از بهترین فیلم‌های ترسناک کلاسیک هستن، پس واسه دیدن اونها ذره‌ای تردید نکنید. اگه به محتوای ترسناک علاقه دارید و دوست دارید که باز هم همچین محتوایی واسهتون بسازیم، حتما واسم توی کامنت‌ها بنویسید. و حتی اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید واسه ما میتونید باز هم داخل کامنت‌ها بنویسید که به پیشرفت کانال ما کمک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.